گرفت. پسرم حاضرید برای ما دعا بکنید؟ ما خیلی گناهکاریم. ما همه خجالتیم، رومون نمیشه. حاضرید برای ما دعا بکنید خدا باران بده؟ رحیم دعا بکن عزیزم. خدایا ما همه بنده تو هستیم. خدایا ما همه بنده تو هستیم. خدایا اگر بزرگان و پدران و مادران ما گناه کردند، خدایا تو بخشنده و مهربانی. خدایا همه ما را ببخش و بیامرز. خدایا باران رحمتت را بر ما سرازیر بفرما. پسرم بی این جمع بگو استغفار بکنن. بهشون بگو توبه بکنید. بچه به این بزرگترها بگو. به بچه ها چی؟ بزرگترا توبه بکنید. توبه بکنید. دوباره بگو بزرگترا توبه بکنید. استغفار بکنید. استغفار بکنید. اولاد همیشه زجر گناه پدر و بزرگتر رو میکشد. خیلی ممنون پسرم، ما بزرگترها رو متوجه توبه و استغفار کردیم. بچه های خوبی داریم. همه با هم استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبه از گناه. علما میگویند که آثار گناه در زندگی انسان مسلمان بیرونقی در صورت، تاریکی در قلب، نفرت در دل بندگان و خلق خدا، بیبرکتی در رزق و روزی. علما میگویند گناه بد است و بدتر از گناه 4 چیز است: کوچک شمردن گناه، کوچک شمردن گناه، اصرار بر گناه، توجیه کردن گناه، آشکار و علنی کردن گناه. گناه بد است، بدتر از گناه 4 چیز است: کوچک شمردن گناه. گناه کردی نگو این کوچکه، این صغیره است، بگو استغفر الله. توجیه کردن گناه. گناه کردی نگو حالا اینطوریه اینطور شد، این گو استغفر الله. گناهو توجیه نکن، گناهو پاک کن. اصرار کردن بر گناه. متوجه اشتباه شدی بگو استغفر الله. چه در حق خدا، چه در حق خلق خدا، چه در حق خانواده، چه در حق خودت و نفست.
گناه و اصرار ورش نکن که اصرار بر گناه خاتمه به خیری ندارد. و چهارم، گناه و با تکبر و غرور آشکار نکن. چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده هر گناهکاری امید به رحمت خدا داشته باشد مگر مجاهرین به گناه، اونهایی که خداوند در تاریکی شب و در خلوتشون بر اونها ستر کرده، اما صبح با طلوع آفتاب در مجامع عمومی در جمع دوستانشان ستر خدا رو پاره میکنن، میگویند دیشب فلان کار کردیم، دیشب فلان کار کردیم، تا صبح ای شنوش داشتیم. ستر خدا رو، پرده‌ای که خدا بر اونها انداخته، پاره میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. فتحنا عليهم برکات، برکت‌های آسمان و زمین را بر روی اونها باز میکنیم. شیخ عائض القرنی نقل میکند از یکی از صالحین و عابدین از فضلا در کتاب لا تحزن غم مخور، میگی که با خانواده و فرزندانم به صحرا رفتیم. در صحرا بودیم که هرچی آب بود تمام شد، نوشیدنی که همراهمون بود تمام شد، بچه ها تشنه شدن، گریه و زاری بلند شد. رفتم اطراف نگاه کردم، همه اماکنی که محل تجمع آب بود همه خوش شده بود. برگشتم، فرزندان گفتن که بابا آب پیدا کردی؟ گفتم که آب تمام شده، این منطقه آب نیست، همه خوش شده. آبگیرهایی که این اطراف بوده همه خوش شده. احساس کردیم که به هلاکت نزدیک شدیم. صدای گریه بچه ها هم بلند شد. میگه کل اعضای خانواده با هم نشستیم، گفتیم هیچ راهی نیست مگر اینکه به درگاه خودش دست نیاز و گریه و زاری بلند کنیم. امن یجیب المضطر، میگه این آیه در ذهنم آمد، در دلم خطور کرد، چه کسی به فریاد بیچارگان و درماندگان و نیازمندان میرسد به جز خودش؟ و یکشف السوء، میگه نشستیم دست بلند کردیم، همینجور اظهار نیاز میکردیم همه با هم. این یک دفعه وقتی خبرم شد که لکه ابری بالای سرم شروع به باریدن کرد. اونقدر بارندگی شدید بود که کل آبگیرهای اطراف پر شد و خوشحال شدیم و شکر خدا رو به جا آوردیم. بعد میگه خودمون رو سیراب کردیم، وضو گرفتیم، ظرفامون پر از آب کردیم، راه افتادیم. مقداری که راه رفتیم دیدیم که زمین خشکه، منطقه از خشکی دارد میسوزد. بعد به خانواده و زن و بچه گفتم که این آب ظاهراً باران نجات و رحمتی بود که خداوند منت گذاشتن و اظهار نیاز و گریه و زاری ما و شما و فرزندان بود. این اکرامی بود که خداوند به ما و شما داد. چون جلو هر چند جلوتر می رفتیم که دیگه خبر از بارندگی و آبی نبود. دیروز صبح مهمانی برای من آمد، یکی از دوستان قدیم در بردسیر کرمان.